سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویجی گیم. داستان بازی اساسینز کرید شادو در ژاپن فئودالی میگذره. به طور خاص در سال 1579 در دوره آزوچی مومویاما شروع میشه. این دوره مرحله نهایی دوره سنگوکو رو نشون میده، زمان جنگ داخلی شدید توی ژاپن. این بازی شخصیت تاریخی اودا نوبوناگا رو در اوج قدرت خودش پس از پیروزی بر طایفه تاکدا با استفاده از سلاح گرم آرکبوس نشون میده. رویدادهای تاریخی کلیدی که از حمله نوبوناگا به استان ایگا در سال 1581، نبرد مهمی با ایگایکی که به خاطر هنرهای نینجاتسو خودش معروفه شروع میشه. این بازی در ژاپن مرکزی از جمله مناطقی مانند کیوتو، کوبه، اوزاکا، استان ایگا با قلعه‌های دقیق تاریخی مانند تاکدا، فوکوچیاما هستش. داستان بازی در ژاپن قرن 16 و در اواخر دوره سنگوکو اتفاق میفته. این بازی بر مبارزه 1000 ساله بین برادران قاتل که برای صلح و آزادی می‌جنگن و فرقه تمبلارها که صلح رو از طریق کنترل روی کشور میخوان. داستان بازی اساسینز کرید شادو به پیشینه اتفاقات شخصیت یاسوکه، یکی از شخصیت‌های بازی اختصاص داره. اون در ابتدای داستان یک برده بوده که در یک کشتی مشغول به کاره. بعد از حمله هجومی از دشمنان دزدان دریایی، اکثر خدمه‌های کشتی از جمله همسر یاسوکه کشته میشه. یاسوکه در پی این حمله بسیار زخمی شده اما جون سالم به در میبره. چند روز بعد از این اتفاق گروهی اون رو پیدا میکنن و به یک معبد توی ژاپن میبرن. اون در این معبد زیر نظر اودا نوبوناگا، یکی از شخصیت‌های تاریخی ژاپن در دوره سنگوکو، آیین سامورایی رو یاد میگیره که البته داستان بازی قراره مرگ اون رو به تصویر بکشه. این دو شخصیت در ژاپن فئودال با چالش‌های مختلفی روبرو میشن. یاسوکه که به عنوان یک غریبه و برده به این کشور اومده، تلاش میکنه تا در جامعه سامورایی‌ها جایگاهی برای خودش دست و پا کنه. در همین حین ناوی به دنبال انتقام از کساییه که به خانواده‌اش خیانت کردن. لورد یوکیناگا. شخصیت اصلی دوم بازی ناوی هستش. پیشینه اون شباهت زیادی با بایک، شخصیت اصلی بازی اساسینز کرید اوریجینز داره. ناوی نجیب زاده ژاپنی محسوب میشه، به طوری که اعضای گروه اوردر پدر و کل خانواده اون رو به قتل میرسونن و ناوی برای اینکه انتقام مرگ خانواده‌اش رو بگیره با یک سامورایی به نام یاسوکه که نیروی آموزش دیده و حرفه‌ایه متحد میشه تا در کنار هم این راه رو طی کنن و ماجرای خودشون رو آغاز کنن. داستان بازی با آشنایی این دو شخصیت آغاز میشه. اونها به تدریج به هم نزدیک و نزدیکتر میشن. در طول بازی یاسوکه و ناوی باید با موانع مختلفی از جمله جنگ‌های داخلی، توطئه‌های سیاسی و مخالفت‌های اجتماعی روبرو میشن. اونها همچنین باید تصمیم‌های سختی بگیرن که بر سرنوشت خودشون و دیگران تأثیر میذاره. یاسوکه به خدمت اودا نوبوناگا کشف حقیقت درباره گذشته ناوی و ارتباط خانواده‌اش با اساسین‌ها و اما در عین حال اون رو درگیر درگیری‌های سیاسی میکنه. کشف حقیقت درباره گذشته ناوی انگیزه اون رو برای انتقام‌جویی تقویت میکنه و از اون به سمت یک مسیر خطرناک هل داده میشه. Who did that? داستان بازی با یک نبرد بزرگ در استان ایگا آغاز میشه. در این نبرد یاسوکه و نیروهای نوبوناگا با شورشیان نینجا روبرو میشن و در این میان روستای ناوه نابود میشه. این اتفاق باعث میشه که ناوی به دنبال انتقام از دشمنانش باشه. Come here.
But I think I already know the answer. Which is? در ادامه داستان به مبارزه شخصیت‌ها با تمپلارها میپردازیم. تمپلارها که از سوی اساسینز کرید به عنوان دشمنان اصلی شناخته میشن. For similar reasons that I am here, I presume. Who do you serve? در این بازی هم نقش منفی دارن و تلاش میکنن تا کنترل قدرت مختلف رو به دست بگیرن. در نهایت یاسوکه و ناوی در سال 1579 با هم دیگه ملاقات میکنن. زمانی که نوبوناگا تلاش میکنه به ایگا حمله کنه اما این حمله نافرجام میشه. در این نقطه از داستان دو شخصیت اصلی با یکدیگر متحد میشن و به مبارزه با تهدیدات مختلف ادامه میدن. The third poet's stanza should reverse the Hokku, should it not? درگیری‌های بین یاسوکه و ناوی با دشمنانشون هر یک از این نقاط مثبت باعث پیشرفت داستان و ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شخصیت‌ها میشه. برای مثال پیوستن یاسوکه به خدمت نوبوناگا به اون فرصتی میده تا مهارت‌های خودش رو به عنوان یک سامورایی توسعه بده. Sure, your son would appreciate his father's recognition of his talent. در طول بازی و همکاری این دو فرد میبینیم تیمی از قاتلان رو تشکیل میدن. این تیم به سرپرستی ناوی و یاسوکه در دل شب به معابد سامورایی ها برای انتقام حمله میکنن. در این داستان ناوی به عنوان یکی از شخصیت‌های قدیمی به شمار میره که برای از بین بردن دشمنان خودش مخفی کاری میکنه. اما یاسوکه شخصیتی قدرتمند و البته بیرحم با یک چماقه که دشمنان خودش رو از سر راه کنار میزنه. And I must be willing to take what he fears to lose.